فرآورده‌اش که بود؟ فرآورده‌اش پسر دیاکو و دومین شاه ایران و ماد بود. وی به مدت 20 سال حکومت ماد را به دست داشت، اما بعضی از مورخان بر این اعتقادند که ایشون به مدت 53 سال حکومت ماد را به دست داشته است. از دستاوردهای او در زمان حکومت خود میتوان به متحد کردن قبایل ماد و به کنترل گرفتن سرزمین پارس و متحد شدن آنها و ایجاد یک امپراتوری فوق‌العاده بزرگ اشاره کرد که پس از قدرت گرفتن این امپراتوری با اعلام جنگ کردن به امپراتوری آشوری‌ها توانستند سرزمین‌های فوق‌العاده عظیمی از مادها که دست آشوری‌ها بود پس بگیرند.